خوش اومدید به کانال پاندی. امروز اومدیم با بزرگترین و گرونترین عروسک سورپرایزی استرالیا. نگفتی گرونترینه؟ $66. یه چیز حدود 5 میلیون. یه عروسک 11 اینچیه. توی باکسش بغیر از اون عروسک یه سری وسایل هم هست که اون عروسک رو کامل میکنه. چند تا مدل مختلف هم داره. هم دختره هم پسره. من الان این پسره رو گرفتم کوسه‌ای. از اینجا هم زده میشه بازش کرد. محکم باید فشار کنید. اوا لخته چقدر وسیله توشه. چقدر خود عروسک نازه. ببینیدش. آخه وسیله آنباکسینگ آورد. یه تیزی. خیلی خوشگله. ببین. چه دنگ و فنگی هم داره. مو رو ببین. دسته تکون میخوره. پشت موهاش هم نشون بده. پاشم تکون. پاشم تکون میخوره. چه جالب. پشت مو رو نگاه. پاش یه کات درست حسابی میخواد. چسب روی پاشو. آره این چسب زخم هم رو پاشه. چقدر زیاده وسیله. نباید میذاشتی همونجور به ترتیب باز میکردی؟ به ترتیبی بودن؟ آخه دختراش هم خوشگل بودن. این پسره اسمش کوین نش. سامانتای جفتش. آها اون مشکیه چیه؟ این کارمنه، این ریبله. اینم کوکوه. حالا بریم سراغ وسیله هایی که داره. نه سرویس از لختی داره. به نظر چیه؟ ایشالا که شلوارشه مثلا. این چیه؟ کلاهشه؟ کلاهه. نگاه سگه که پشت کلاه رو. ولی کلاهش خیلی قشنگه. خیلی. نگاه کلاه هم کوسه ایه. چه باحال. یه چیزی هم داخلش داره. شناسنامشه. تولدش میدونی که 3 سپتامبر. ما رفتیم اینو معنی کردیم. یه جمله فرانسوی توش نوشته بود. معنی جمله فرانسوی اینه که یه آتش بزرگ برای زندگی دارم. یعنی دارم از زندگی حسابی لذت میبرم. اینو ببین. خدا نمیدونم چیه. اوه آخه هودیه. چقدر خوشگله. نگاه بند هودی شو بند نداره. چه بند کوچولو. نگاه زیپ داره. وای زیپشو میشه بست. زیپش هم آره زیپش هم میشه بست. خیلی خوشگله. کلاه هم بامزه است. اصلا خیلی کیوته. اپوشه بال. یاد این هودی دنده ها افتادم. این چیه دیگه؟ چه ریزه؟ نه چرا این قدیه؟ بس میفهمیدم اندازه این میشه. تیشرتشه. وای من مطمئنم این مثلا اندازه این نیست. چسبیه باز میشه این میاد تو تنش. کش میاد مگه؟ یه ذره کشیده. ای وای. همه چیشم کوسه ای یاد. ببین ولی حق دارن انقدر گرون دادن. این میدونی اینا چقدر داستان داره دوختنشون؟ آره خیلی جزئیات داره. آخه خیلی مولی. یه چیزی که فکرش هم نمی کنی. کفششه؟ نه شونشه. شونه واسه نشم شکل کوسه است. موهاش نریزه یه موقع. چه شونه باحالی داره. وای خیلی کیوته شونش. ببینم شونش رو میخوام ببینم. و تو مو داری شونه میکنی. نوبتی هم باشه شلوار. شلوار کوچیکه. وای چه مایه باحالیه. خیلی کول و باحال. من هیجان دارم اینا رو دونه دونه تنش کنم. دیگه چی میمونه؟ کفش دار؟ کفش تا الان نداره. الان جوبا باشه. آخه وای کتونی داره. آخه
این فقط برعکس این ولیه نمیدونم. چه کفشای نازی داره. نگاه پشتش چقدر باحاله. وای من همش اینجوری هم که اینا پاش نمیره. بندش همه چیشو خوشگل درست کردن. زیرش هم نگاه آرمانی. آره. الان نوبتی هم باشه بعد دیگه اینا رو تنش کنیم. این از جلو، اینم پشت عروسکه. میارزید به نظرت؟ آره به نظر من قشنگ بود. اولش که گفتی یه عروسکه گفتم وای $60 برای یه عروسک، $65 $66 $66 برای یه عروسک. 5 میلیون از بیگ دبلیو گرفتم. چه امتیازی بهش میدی؟ از 10 بهش 10 میده. منم بهش 10 میدم. خیلی بانمک بود. آره اصلا فکر نمی‌کنم همچین جزئیاتی داشته. آره منم. لایک، کامنت و ساب یادتون نره و توی کامنت ها واسمون بنویسی که دوست دارید مدل دیگه این عروسک هم بیاریم و آنباکس کنیم یا نه. تا ویدیو بعد. خدافظ.